ماشین بعدی. اوه 50 میلیون خرج برا. تو که هنوز کاپوت بالا نزدی. مکانیکی یعنی مکان نیکی. داداش این لیستی که بدون از 12 دقیقه بگه بیا. یه عدد واش سبزی، یه عدد برفا کن، نیم کیلو مرغ، دو بسته دستمال، 1 کیلو پیاز. پیاز چرا توی ماشین داره الان؟ شب مهمون دارم اذیتم نکو دیگه. شاگرد جان اگه گفتی اینجا کجا؟ چال سرویس دیگه اوستا. نه اینجا مکان خاطراته، ان شاء الله براتم خاطره میشه. اوستا می روغن ماشین ما رو عوض کن. از اون روغن نیست که خودت استفاده می‌کنی. من از این روغن استفاده میکنم، روغن خوراکی اویلا. چی بود اضافه آمد؟ ولش کن مهم نیست. موسی ماشین آماده برو. سانتافه؟ سوزوکی. نمیدونم این درم به چقدر بد بسته میشه. خارت خرابه. چی؟ در خارت خرابه. چی داری میگی؟ بابا این درت این خارش خرابه، بعد خارج عوض کن. اوستا تو گاراژ دستشویی نداری؟ وقت دستشویی میگه چیکار میکنی؟ همین کار که الان کردم. چیکار کردی مگه؟ میرینم تو ماشین مردم. مشکلش چیه؟ تو مکانیکی ما از کجا بدونم؟ ماشین توی ما از کجا بدونم؟ یا حضرت عباس موتورش کو. اوستا چقدر قیمت تعمیر ماشین زیاد شده که با ما راه بیا دیگه. خب ببر بابر.